میگم خارکستای بیناموس که میایید میگید شما وطن فروشید، ما وطن فروشیم یا شما بیناموسا؟ شماهایی که تو خود ایرانی پرچم هشت‌الشعبی و فاطمیون و 1000 تا پرچم دیگری گرفتین تو دستتون، بعد به ما میگید وطن فروش. شماها تو خود وطن خودتون دارین وطنتون رو میفروشین. پرچم هشت‌الشعبی رو گرفتین دستتون، پرچم فاطمیون رو گرفتین دستتون. بعد ما که پرچم چند هزار ساله ایران رو تو خارج از کشور گرفتیم دستمون، شدیم وطن فروش. بعد اسرائیل و آمریکا شدن آدمکش. جمهوری اسلامی که تو روز 13 بدر یه جوونی رو اعدام کرد شده آدم خوب. اون دکترایی که به مردم کمک میکردن نه سلاح دستشون بود، نه متجاوز بودن، نه اعتراض کرده بودن به قول خودتون، نه اختشاش کرده بودن، هیچی. فقط وسایل پزشکی دستشون بود، داشتن به جوانایی که شماها تیر زدین کمک میکردن. گرفتین اعدام کردین، گرفتین زندان. حالا وطن فروش ماییم یا شما بیناموسا حروم زاده های جاکش؟ کیرم وسط کس مادرتون، استخون مردام تو کونه زنده هاتون، حروم زاده های بیناموس.